جانم. ببین عزیزم، این ویدیوی منو تا 2 ساعت دیگه رسوندی نرسوندی از پول خبری نیست. ای بابا خب کپکات که کار نمیکنه که 90% شما هم طبق اون پیامایی که دادید نمیتونید وارد کپکات بشید. حالا چیکار کنم؟ من نمیخوام بگم مشکل رو چجوری میتونی حل کنی ها، میخوام بگم من چجوری میتونم وارد این برنامه بشم، هم با گوشی آیفون هم با گوشی اندروید. فقط اندرویدیا یه نکته دارن که آخر ویدیو بهشون میگم. فقط 3 مورد رو رعایت کن. مورد اول، برنامه کپکات رو از برنامه‌های معتبر یعنی اپ استور یا گوگل پلی برو دانلود کن، ورژن آخرش هم دانلود بکن. و مورد دوم، از سایت‌های معتبر مثل سایت‌هایی که برای توی کپشن نوشتم برو یه دونه اکانت کپکات پرو آقا بخر. و مورد سوم و یه جورایی مهمترین مورد، اینکه شما یه دونه VPN IP ثابت خریداری بکن داشته باشی، چون هر دفعه که داخل اکانت کپکات پرو بری اگر IP ثابت نباشه و تغییر بکنه شما رو از اکانت کپکات میندازه بیرون. با رعایت همین 3 مورد من هم با گوشی اندرویدم هم با گوشی آیفونم میتونم برم داخل کپکات و ازش استفاده بکنم. راستی اونایی که اندروید دارن، از اونجایی که برنامه کپکات جزء تحریم‌های گوگل پلی به حساب میاد باید تحریمو دور بزنید بعدش دانلودش کنید.